جذاب مثل آلبالوی تازه و تلخ مثل سیگار بهمن. این قصه منه. بارون خیلی شدیدی می اومد. مردم داشتن بدو بدو می رفتن که یا به خونهشون برسن یا یه جایی پناه بگیرن. منم همینطوری ناراحت داشتم زیر بارون قدم می زدم و برام مهم نبود که ممکنه سرما بخورم. به سرنوشت بدم فکر می کردم. منی که درسم و ول کردم و عاشق ماشین بازی بودم. البته هنرم دوست داشتم. اما خانوادم قبول نمی کردن که ادامه بدم. دلیلشون هم این بود که این رشته ها تو ایران آینده نداره و من مونده بودم حسرت توجه خانواده به این علاقم. همیشه به خاطر کوچیکترین بیرون رفتن باید بهشون جواب پس میدادم. کاش پارسال اون تصادف اتفاق نمیافتاد و نسبت به هم بدبین نمیشدن. تقریباً پاییز بود و با بچه ها قرار مسابقه ماشین سواری گذاشتیم. تو این مسابقه ها معمولاً هم دختر بود و هم پسر. خلاصه هر کی اسمشو شوتی سوار گذاشته بود. می اومدن و یه مبلغی که شرط میذاشتن رو هم و مسابقه رو شروع میکردیم. چون باید همیشه برای رفت آمدن به بیرون جواب پس میدادم، هر فرصتی که گیرم میومد و مسابقه بود میرفتم. یه روز که پدرم مأموریت کاری بود و مادرم هم قرار بود بره آمریکا که به دایی پیرش که مریض بود و گوشه بیمارستان افتاده بود سر بزنه و بعدم از اونجا بره پاریس پیش خواهرم 3-4 ماهی رو بمونه، منم به بهونه دلتنگی دختر داییم با هیچ کدومشون نرفتم. چون میدونستم که قرار بود آخر هفته بچه ها مسابقه بذارن. ناگفته نمونه که تا قبل تصادف هیچ وقت نمیدونستن که من شبای آخر ماه به مسابقه ماشین سواری میرم و فکر میکردم با دوستم خیابون گردی میکنم. خبرهای مسابقه رو معمولاً از رویا میگرفتم و تایم و زمانش رو اون بهم میگفت. اونم کمتر از من عاشق سواری نبود، اما بیشتر عاشق پولی بود که از مسابقه میبردم و باهاش شریک میشدم. خلاصه با هر ذوقی که بود برای رفتن مامان روز شماری میکردم. اینقدر ذوق داشتم که حتی شب و خوابم نمیبرد. علت خوب بودن رانندگی من به خاطر این بود که از 11 و 12 سالگی همیشه با زور و اجبار بابامو راضی میکردم که رانندگی رو بهم یاد بده. همین باعث شده بود که راننده خوبی بشم. از 16 سالگی که با رویا آشنا شدم، دوست پسرش از اون شوتی سواری درجه 1 بود و به خاطر همین رویا کم کم منو با فضای شوتی سواری آشنا کرد. هر از گاهی من و رویا نسکافه میگرفتیم و میرفتیم مسابقه بچه ها رو نگاه میکردیم و واقعا ذوق زده میشدیم. تقریبا 17 سالم بود. طبق معمول من و رویا با هر دنگ و فنگی که بود تونستیم روزی که بچه های شوتی سوار جمع میشن خانواده هامونو بپیچونیم و بریم بیرون و مسابقه هاشون رو تماشا کنیم. دوران تموم شد که یه دختری که اسمش عسل بود اومد سمتمون و گفت: سلام دخترها، میبینم که خیلی با ذوق و انرژی دارید بچه ها رو تماشا میکنید. فکر کنم شما هم یه روزی بیاین و عضو همین شوتی سوارا بشید. رویا گفت: من که رانندگیم خوب نیست، نسبت به ماشینم ترس دارم، اما خب هیجان مسابقه رو دوست دارم. ولی محدثه عجیب دست فرمون خوبی داره. عسل گفت: محدثه کیه؟ رو بهش گفتم: منم عزیزم. رویا راست میگه، من از 12 سالگی رانندگی رو یاد گرفتم و الان خیلی حرفه‌ای رانندگی میکنم. فقط مونده گواهینامه‌مو بگیرم. به هم گفت: چه خوب، پس یه خبر خوب برات دارم. منم یه زمانی شوتی سوار خوبی بودم، اما چون پام آسیب دیده دیگه نمیتونم حرفه‌ای رانندگی کنم. بیا یه کاری کنیم. تا وقتی که گواهینامه‌تو بگیری من همه جیک و پوک شوتی سواری رو بهت یاد میدم. تو هم قول بده که وقتی برنده شدی مبلغ رو بین خودم و خودت تقسیم کنی، یعنی 50-50. رویا با حالتی که انگار بادش خالی شد گفت: خب پس من چی؟ هر دوتامون زدیم زیر خنده و عسل گفت: تو هم اگه قول بدی مشوق خوبی باشی باهات رامیه. خندید و بعدش گفت: شوخی کردم، اگه تو هم رانندگیت خوب باشه به تو هم آموزش میدم. رویا گفت: نه بابا، من دوست دارم بیشتر واسم برونن تا رانندگی کنم. آیدینو میشناسی؟ اینجا مشهوره، اون دوست پسر منه. عسل هم دستشو گذاشت جلو دهنشو گفت: تو رو خدا، اون یکی از حرفه‌ای ترینه اینجاست. نمیدونستم دوست دختر به این خوشگلی داره. خوب مخ زدی یا کلک. رویا هم لبخند مغرورانه زد و از تعریفای عسل تشکر کرد و گفت: ولی حیف که بهمون یاد نمیده و میگه خطرناکه. عسل بی توجه به حرفش دوباره گفت: خب دختر نگفتین، نظرتون چیه؟ ما هم یکم فکر کردیم و من واقعا از خودم بود. انگار داشتم به آرزوهام نزدیک می شدم که گفتم: من مشکلی ندارم.
تو چی میگی رویا بریم؟ رویا گفت بریم بابا، یکم هم هوامون عوض میشه. از این یک نواختی هم میایم بیرون. اون روزو کلی با عسل دور زدیم که نزدیکای غروب بود باید میرفتیم خونه، چون میدونستم 1 ساعت دیر کردن من مصادف بود با جنگ بین من و مامانم و بابا. با بچه‌ها خداحافظی کردم و پر انرژی رفتم خونه. یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه. کلیدو انداختم و رفتم داخل. مثل همیشه کفشامو یه طرف پرت کردم و کیفم هم جلوی کمد گذاشتم و رفتم داخل. مامانمو صدا زدم. مامان پریم، کجایی؟ دختر شهرت اومد. اما هیچ صدایی نشنیدم. سکوت مطلق بود. رفتم آشپزخونه. هیچ کس نبود. اتاق مامان بابا هم همینطور. دیگه کم کم داشتم نگران می شدم. بعد یهو به ذهنم رسید که نکنه اتاق من باشه. آخه معمولاً وقتی که تنها بود میرفت اتاق من دراز میکشید. همین که در رو باز کردم یهو صدای ترکیدن و جیغ و داد اومد. شوکه زده به این ور اون ور نگاه میکردم. همه بودن. مامان، بابا، رویا و بقیه دوستام و فامیلا. نمیدونستم ترسمو کنترل کنم یا خوشحالیمو. دستم رو دهنم گذاشتم و با گریه رفتم سمت مامان. اصلا یادم نبود که تولدم بود. خیلی برام جالب بود. امروز یه قدم بزرگ برای آرزوهام برداشته بودم. روز تولدم درست با اتفاقات جدید همراه بود. این سنم انگار با شروع اتفاقات جدید همراه می شد. اون شب کلی با بچه ها رقصیدیم و کلی خوش گذراندیم. رویا که اومد بهش گفتم دختر تو که چند لحظه پیش من بودی، چطور متوجه نشدم؟ رویا گفت ما اینیم دیگه، خدای بازی کردن. وقتی که پیشت بودم و داشتی با عسل آموزش میدیدی، مامانت زنگ زد و بهم خبرشو داد. قرار بود کلاً امروز سرگرمت کنم تا متوجه نشی. گفتم از دست تو رویا. یکی طلبت. واقعاً اصلاً هیچ سوتی ندادی. بعد کلی رقصیدن مامان همه رو دعوت کرد که برم شمع فوت کنم و کیکو برش بدم. همه لحظه شماری میکردن و من با آخرین شماره به شمع فوت کردم. همه دست زدن و شعر تولدت مبارک رو برام خوندن. بابام هم یه آهنگ پلی کرد و منم کیکو برش دادم. بعد برش کیک مامانم اونو بین بچه‌ها تقسیم کرد. بچه‌ها هم یکی یکی می اومدن و کادوهاشونو بهم میدادن. از همشون تشکر کردم که بابا اومد جلو و کادوشو بهم داد. به جعبش که نگاه کردم خیلی ناامید شدم. با حالت ناامیدی بهش نگاه کردم که یهو زد زیر خنده و گفت بازش کن. بازش که کردم با چیزی که دیدم باورم نمیشد. فکر کردم خواب میبینم. به مامانم گفتم مامان نشگونم بگیر ببینم بیدارم یا خواب. باز بابام زد زیر خنده و گفت نه به اون نگاهت نه به این شوقت. اصلاً باورم نمیشد. کلید ماشین مورد علاقم، پارس نقره‌ای. کلیدو گرفتم دستم و با جیغ پریدم سمت بابام گفتم وای بابایی مرسی، دستت درد نکنه. تو خوابم هم همچین صحنه‌ای رو نمیدیدم. خیلی دوستت دارم. مرسی. باز پریدم بغلش که بابام گفت بس دختر آبرومونو بردی انگار ماشین ندیدی. مبارکت باشه. ولی گفته باشم تا گواهینامه نگیری حق نداری خارج از شهر باهاش بری. زیادم حق نداری بیرون بری. باشه‌ای گفتم و با بچه‌ها رفتیم سراغ ماشین و روبان قرمزشو باز کردیم. درشو باز کردن و رفتیم سوار شدیم. از بابام اجازه گرفتم که با هم بریم کافه. قبول کرد و گفت صبر کن تا همه با هم بریم. داشتیم سوار می شدیم که رویا اومد در گوشم گفت وای محدثه، تقدیر و نگاه، همین که آموزشتو شروع کردی خدا هم واسط ماشین فرستاد. انگشت اشاره‌مو جلو دهنش گرفتم و گفتم هیش رویا، الان بابا و مامان میشنون باز یه داستانی میشه. با بچه‌ها و مامان و بابا رفتیم سمت یکی از بهترین کافه‌های شهر و تا نصف شب اونجا بودیم. بعدش هم اومدیم خونه و خسته و کوفته دراز کشیدم. امروز بهترین روز زندگی من بود. یه هفته از این موضوع میگذشت و منم کلی با ماشینم میرفتم دور دور و عشق و حال. قرار شد جمعه اولین مسابقه‌مو بدم. دل تو دلم نبود، ولی مونده بودم چطور مامان و بابا رو قال بذارم و برم. پنجشنبه صبح بود که مامانم گفت فردا از طرف یکی از همکاراش دعوت شد و بهم گفت محدثه مامان صبح برو خونه خالت پیشش باش، شب میام دنبالت. گفتم مامان بی خیال، تو رو خدا. میرم پیش رویا. نمیخوام برم پیش خاله. همش کسلم میکنه و غر میزنه. کلن انرژی منفیه. همش بد اینو میگه، بد اونو میگه.
مامانم گفت باز شروع کردی بچه؟ تا شب میخوای چیکار کنار دوستت؟ دوست ندارم مزاحم خانوادش بشی. گفتم باشه مامان، ولی به شرطی که از ساعت 4 بذاری با رویا برم بیرون. مامانم گفت وای از دست تو، از دست این نسل جدیدا که اینقدر پرروان، همش هم اطفار دارن. باشه ولی زود برگرد خونه خاله، نبینم به هم بگه تا دیر وقت بیرون بودی یا زنگ میزنم آمار تو میگیرم. گفتم باشه مامان خانم، قول میدم. کف دستم هم گذاشتم رو چشمم. مامانم سری به نشونه تأسف تکون داد و رفت. همین که قولا از مامان گرفتم زودی به عسل پیام دادم. بهش گفتم سلام عزیزم، فردا ردیف شد، ساعت 4 اونجا. عصر جمعه شد و من و رویا رفتیم واسه مسابقه. کلی دختر و پسرم اونجا بودن، هر کی با یه ماشین. به رویا گفتم که ازم فیلم بگیره و با راهنمای عسل رفتم سوار ماشین شدم. رقیب منم یه پسر بود که 206 داشت. عجب چیزی هم بود. با صدای داور پامو رو گاز فشار دادم و رفتیم. چند باری نزدیک بود که تصادف کنم، ولی خدا رو شکر به خیر گذشت و آخرش من برنده شدم و مبلغ 20 میلیون بردم. بردن اون مسابقه خیلی حس خوب بهم داد. یه حس غرور خیلی زیاد. اصلا به پولش توجه نکردم و همینجوری دادمش به عسل. اونم 5 تومن ازش داد به رویا. تو راه همش با رویا در مورد مسابقه حرف میزدیم و اونو رسوندم خونه‌ش و به سمت خونه خاله رفتم. تقریبا هر هفته به همین روال میگذشت و منم بیرون رفتنامو کم کرده بودم که خانواده‌ام بذارن جمعه ها با رویا برم بیرون. البته همش به خاطر مسابقه بود و هر مسابقه‌ای که می‌بردم مبلغی رو کنار می‌ذاشتم واسه مسابقات بعدی. مابقی هم به عسل و رویا میدادم. رویا عملاً منفعت می‌برد چون کار خاصی نمی‌کرد. فقط چون به اسم اون خانواده‌مو میپیچوندم همش میگفت سهم منم بده. تقریبا داشتم دیپلممو میگرفتم، اونم با 1000 جور دعوا و مکافات، چون اصلا درس رو دوست نداشتم. خانواده‌م هم نمیذاشتن برم هنر. ازم قول گرفتن که اگه دیپلممو بگیرم بذارم برای گواهینامه ثبت نام کنم. به همین شوق روزا و شبا درس میخوندم. تایمه مسابقه رو کم کرده بودم. با هر زوری که بود تونستم دیپلم انسانی رو با معدل 16 بگیرم. باز روز تولدم بود که بابام بهم گفت برم واسه گواهینامه ثبت نام کنم. کلاسای آیین‌نامه رو رفتم و 2 هفته بعدش آزمونمو دادم و قبول شدم. بعدش آزمون عملیمو دادم و همون موقع قبول شدم. معلوم بود که قبول میشم. من یه شوتی سوار بودم که چند تا مسابقه رو برنده شده بود. همین که گواهینامه‌ام بعد 1 ماه رسید، گوشی رو برداشتم و به عسل زنگ زدم. سلام عسلی، چطوری؟ عسل گفت سلام محدثه جان، چه عجب زنگ زدی؟ کم کم داشتم اسمتو حذف میکردم و گفتم وای عسل تو چقدر تحملت پایینه، خوبه که میدونی خانوادم به خاطر دیپلمم بهم سخت گرفته بودن. عسل گفت باشه، حالا که دیپلمتو گرفتی میای یا نه؟ جات اینجا خیلی خالیه ها. گفتم دیپلم که سهله، گواهینامه‌ام هم گرفتم. عسل از پشت تلفن خندیدم و گفتم به جون عسل. بهم گفت یعنی از این به بعد با حریفای سرسخت‌تری رقابت میکنی؟ گفتم آره بابا، چرا که نه، حالا کجاشو دیدی؟ تو اونا هم برنده میشه. بهم گفت ای بابا دختر، تو دیگه کی هستی؟ کی میای؟ گفتم آخر این هفته شب اگه مسابقه باشه هستم، چون مامانم هم فردا میره آمریکا پیش خواهرم، بابامم نیست. منم تا 1 ماه پیش رویا میمونم. گفت که ایول بابا، پس منتظرتم. صبح روز بعدش مامانو رسوندم فرودگاه. با کلی گریه و نصیحت سوار هواپیما شد. منم رفتم خونه و وسایلمو برداشتم. یه تیپ خفن با لباسای لیز زدم و نزدیکای غروب رفتم خونه رویا. همین که رسیدم خواستم زنگ درو بزنم، رویا بهم زنگ زد و گفت بابا زنگو نزن، دارم میام پایین. شب پارتی داریم، با هم بریم اونجا. منم از خدا خواسته قبول کردم و منتظرش موندم که بیاد پایین. همین که اومد با دیدن شاخ درآوردم و زدم زیر خنده. بهش گفتم دختر این چه وضعیه؟ این چه بلایی سر خودت درآوردی؟ پارتی میخوایم بریم ما، خوک وحشت که نیست. بهم گفت عقب مونده، جشن هالووینه. آیدین و بچه‌ها تدارک دیدن، شبو میخوایم بتره کنیم. بهش گفتم والله همین جوریشم برام هالووین شد با این ریختی که زدی. بهم گفت برو بابا، واقعا که برو بریم. رفتم آدرس ویلایی که رویا گفت. تقریبا خارج از شهر بود، ولی واقعا جای خوبی بود.
رفتیم داخل. هر کی یه جوری لباس پوشیده بود. تنها من بودم که لباسم با بقیه‌شون فرق داشت. شونه بالا انداختم و برام مهم نبود. من و رویا سمت بچه‌ای که میشناختیم رفتیم. از هر خوراکی و مزه‌ای که بگی اونجا ریخته بودن. منم که عاشق همچین مهمونیایی بودم. کتمو در آوردم و با تیشرت و شلوار اونجا نشستم. رویا هم که کلی بالا زده بود اصلا حواسش نبود چجوری داره میرقصه. منم گوشیمو در آوردم که ازش فیلم بگیرم و بعدن کلی بخندیم. خلاصه از خلبازیش فیلم میگرفتم و میخندیدم که یه پسری با تیپ خاص اومد سمت من. از حق نگذریم تیپش خیلی خفن بود. با اینکه مناسب این جشن نبود مثل من، ولی معلوم بود از اون لاتیا و شوتی سواراست. سلام داد. بهم گفت سلام خانوما، چرا تنها نشستین؟ میبینم که قاطی بقیه نمیشید. رامینم. گفتم سلام، محدثم، خوشبختم. بیشتر دوست دارم از خلبازی دوستم فیلم بگیرم تا قاطی بشم. کلی با هم گپ زدیم و باهاش آشنا شدم. اما برخلاف حدسی که زده بودم اصلانم رانندگی بلد نبود. ولی ازش خوشم آمده بود. معلوم بود اونم از من خوشش اومده بود. چون همش زیر چشمی به هم نگاه میکرد. همین که چشمام تو چشمش میافت. خلاصه که فرصت نشد شمارمون رو رد و بدل کنیم. چون رویا حالش بد شد و مجبور شدم ببرمش بیمارستان. زودی وسایلشو جمع کردم و به سمت بیمارستان گاز دادم. تو را بهش گفتم وای رویا، یه روز نشده تو درد سر آفرین نشی. امروزم که باید گندتو جمع کنم. چجوری خدا داند. با این حرفم رویا بالا آورد و کل ماشینم رو به گند کشید. همین که رسیدم به کمک پرستار بردمش سمت اورژانس. سرم بهش زدن. سرمش که تمام شد رفتیم سمت خونش. بی سر و صدا بردمش بالا که مبادا مامان باباش بیدار بشن و باز یه شر دیگه درست بشه. تقریباً 1-2 هفته گذشت و منم تو همه مسابقه ها شرکت میکردم. عجیب دستم راه افتاده بود. مسابقه آخر رو قرار بود بدم که چون اون هفته مامانم برمیگشت نمیتونستم مثل قبل مسابقه بدم. با اصل هماهنگ شدم و قرار شد ساعت 9 شب مسابقه بدیم. 5 تا حریف بودیم. سرسخت‌ترین مسابقه بود. چون هممون رقیبای خیلی ماهری بودیم و رقابت سنگین بود. مبلغ شرطم 100 میل بود. سوار ماشینم شدم و رویام با من سوار شد. مثل همیشه با صدای داور گاز دادم و به سرعت پیش میرفتم. تقریبا آخرش بود و فقط یه پیچ مونده بود که اونم بگذرونم و برنده بشم. نفهمیدم چی شد که یهو ماشین جلویم رو هوا معلق شد و افتاد زمین و من بهش خوردم. فقط همین یادم میاد که چشمامو که باز کردم دیدم تو بیمارستانم و مامانم با گریه بالا سرمه. خدا رو شکر جز شکستگی آسیب زیادی ندیده بودم به خاطر کیسه هوا. اما رویا چون کمربند نداشت بدون خداحافظی از پیشمون رفت. فهمیدم بعد از من یه ماشین دیگه هم تصادف کرد و سر جمع 2 تا مصدوم بودیم و 3 نفرم از دست دادیم. وقتی برگشتیم خونه فرداش خانواده رویا اینا اومدن جلوی در خونمون و مامانش داد میزد که همش تقصیر منه که دخترش رفته. مامانش کلی نفرینم کرد. آخرش مامان دید داره آبروریزی میشه و به پلیس زنگ زد و اونا هم اومدن و بساطشون رو جمع کردن و بردن. بعد از اون روز پدرم کلا نذاشت برم بیرون. افسرده شده بودم. چه زود روزای خوبم تموم شد و دوست صمیمیم از پیشم رفت. عذاب وجدان داشتم. جز پیش روانپزشک هیچ جایی نمیرفتم. یه روز عصر که مامانم رفتم پیش روانپزشک، چون خیلی طول کشید مامانم قرار کاری داشت. بهم گفت میتونم خودم برم که اون بره پی کارش. منم بهش اطمینان دادم که خودم میرم. مامانم گفت بیا کارتمو بگیر و تموم شد حساب کن و یه تاکسی بگیر و برو خونه. من دیرتر میام. گفتم باشه مامان، فقط قبلش میرم بیرون یکم قدم بزنم. نیم ساعت بعد رفتن مامان نوبت من شد. رفتم داخل و با دکتر حرف زدم. تموم که شد بهم گفت خوب شدم و دیگه نیازی نیست برم پیشش. اما برای بهبودی بهترم لازم بود که هر از گاهی برم بیرون. چه با خانواده چه با دوستام. بعد از تمام شدن مشاوره ماشین نگرفتم. تصمیم گرفتم یکم قدم بزنم. همینجوری تو فکر بودم و قدم میزنم که یه ماشین شبیه ماشین خودم جلوم پارک کرد و شیشه رو داد پایین و گفت خانم جایی میری برسونمتون؟ گفتم لطفاً مزاحم نشید. همین که برگشتم و این حرف رو زدم با دیدن شخص روبروم شوکه شدم. باورم نمیشد که دارم رامینو میبینم. بی هوا با هم گفتیم تو؟ رامین از ماشین پیاده شد و با هم سلام احوال پرسی کردیم.
منو به داخل ماشینش تعارف کرد و منم سوار شدم. کلی با هم حرف زدیم. از بلایی که سرم اومد و اتفاقایی که افتاده بود براش گفتم. وسطاش بغضم ترکید و گریه کردم. اونم کلی ناراحت شد و برگشت بهم گفت دنیا رو نگاه، تا 1 سال قبل تو پوز شوتی سوار بودن تو بهم میدادی، الان من باید پوزشو بدم. با این حرفش هر دوتامون با هم زدیم زیر خنده. گفتم زیاد به خودت مغرور نباش، منم کارم حرف نداره، ولی خب پدرم دستمو بسته. بهم گفت میخوای با هم شرط بذاریم و نگاه شیطنت آمیزی بهم کرد و گفتم چه شرطی؟ گفت آخر ماه بیا با ماشین من مسابقه بده، ولی نه حرفه‌ای. اگه قبول شدی و فهمیدم حالت خوب شده، کل ماشینم رایگان در اختیار تو. شوکه زده بهش گفتم بهت نمیخوره اینقدر دست و دل باز باشی. اگه نبرم چی؟ رامین لبخندش عمیق‌تر شد و گفت اگه هم نبردی هرچی من بگم همونه. با این حرف رامین ذوق زده قبول کردم و از رو عادت پریدم بالا که با این حرکتم شوکه شد و با خجالت به خودم اومدم. بهش گفتم ببخشید، همیشه که بابام سورپرایزم میکرد اینجوری از ذوق میپرم. این حرکتم هم از رو عادت بود. رامین گفت اشکالی نداره بابا، حالا یکم نزدیک شدی. مثل پسرای مامانی نمیگم بهم دست درازی کردی. با این حرفش خندم گرفت و هر دوتامون خندیدیم. اونم آدرس رو ازم گرفت و رفت سمت خونه. شماره‌ش رو بهم داد و گفت که باهاش تماس بگیرم. منم همون لحظه که گفت به گوشیش تکست زدم که شماره‌ام بیفته. بعد از اون روز خانواده‌م هم مطمئن شدم که دیگه حالم خوبه. کمتر به بیرون رفتنم گیر میدادن و منم کلاس نقاشی ثبت نام کردم. هر روز بعد کلاس با رامی میرفتم بیرون و با هم گپ میزدیم. رامین هم بعضی وقتا ماشینشو میداد که من برونم. ارتباط من و رامین روز به روز بهتر میشد. روز مسابقه که رسید خیلی استرس داشتم. انگار اولین بارم بود. چند بار به رامین گفتم که منصرف شدم، اما اون باز دلداری میداد و میگفت بابا مسابقه حرفه‌ای نیست که، این جوجه ها همین که تو رو پشت فرمون ببینن خودشون عقب میکشن. تو اینا رو با یک گاز از میدون به در میکنی. با دلداریای رامین رفتم و مسابقه دادم، اما نتونستم ببرم و شرمنده برگشتم پیشش و بهش گفتم رامین باختم. بهم گفت فدای سرت عزیزم، اشکالی نداره، مهم اینه که تونستی با ترست روبرو بشی. میخوای بریم یکم بگردیم؟ اینجوری هواشم از سرت بیرون میاد. از شهر رفتیم بیرون و قرار شد بریم یه کافه‌ای که خارج شهر بود. یه ربی بود تو راه بودیم که رامین گفت حالا محدث خانوم نمیخوای شرطتو به جا بیاری؟ حالا که باخت دادی؟ گفتم باشه، حالا بروم نیار، شرطتو بگو. رامین گفت چه با دل و جرأت، مطمئنی دیگه اگه بگم به جا میاری؟ یکی از ابروهامو بالا انداختم و با طعنه گفتم نه بابا، فکر کردی فقط خودت جرأت داری؟ رامین کنار جاده وایساد و در رو قفل کرد. برگشت دستاشو بهم زد و بدون هیچ مقدمه‌ای گفت یه شب با هم باش. با این حرفش بدنم یخ کرد. نفهمیدم چی کار کنم. گفتم شوخی میکنی؟ دیگه اونم گفت که نه، این شرط منه. یهو با کف دستم محکم زدم به صورتش. با ترس برگشتم سمت در و گفتم باز کن این در و بی همه چیز، میخوام برم، خیلی بی وجودی. زود باش در رو باز کن وگرنه به پلیس زنگ میزنم. گوشیمو در آوردم. همین که رامین عصبانیتمو دید زود گوشیمو از دستم گرفت و از شیشه ماشین انداخت بیرون. ماشینم از روش رد شد و 1000 تیکه شد. با بهت به اون صحنه خیره شده بودم. برگشت بهم گفت ببین دختر جون، یا آروم میشی و با هم راه میای یا بلایی سرت میارم که هیچ وقت فراموش نکنی. از ترس لکنت گرفتم و چیزی نگفتم. سکوتم و که دید به سمتم اومد و دامن پاکم و لکه‌دار کرد. تو شوک رفته بودم و زورم نمیرسید. برام کابوس ساخت. من تازه از روانشناس و روانپزشک خلاص شده بودم. اما الان بیشتر از قبل حالم بد شده بود و بیشتر احتیاج داشتم که برم پیششون. تو ماشین ازم فیلم گرفت و گفت اگه به پلیس یه کسی بگم همه جا پخش میکنه. اولش باور نکردم، ولی همین که واسم فرستاد نتونستم کاری کنم. منو رسوند خونه و بعد از اون هر بار با بهونه همین فیلم با هم قرار میذاره. من چیزی نمیتونم بگم.
اطلاعی هم ندارم که باید چی کار کنم که از دستش راحت شم. اون خیلی راحت از من استفاده میکنه و منم هر روز حالم بدتر میشه. کسی میتونه راهنماییم کنه که باید چی کار کنم؟